یه نکته دیگه این که علت این که حال بعضی از ماها تغییر نمیکنه به خاطر اینکه مبتلا شدیم به دوستانی که نقش قطار شهربازی رو دارن. سر ما رو گرم میکنن ولی ما رو به جایی نمیرسونن. یعنی خاصیتی ندارن. چه بامزه، راست میگی. یکی دیگه از دلایلش اینه که رامبو جان، چه عنوان خنده‌دار بانمک و درستی بود. قطار شهربازی سرگرم رو برای هیچ جا نمیرسه. آره. خیلی از دوستان ما این شکلی هن. یعنی خاصیتی برای تعالی به ارتقاء ما ندارن. اینا فقط در لحظه. خیلی برای من مهمه چه کسی قراره منو تا کجا ببره. اگه چه کارشون باید بکنیم؟ ببینید اینها رو در بعضی از لحظات باید به گونه‌ای همراه داشت که ما بتونیم اونها رو از مدار خارج کنیم و یک اوربیتال ببریم بالاتر. یعنی اونا اگر که قرار باشه ما در اختیارشون باشیم که ما رو دور میدن. بنابراین ما بیایم اونا رو یک مسیر موفق تری هدایت کنیم. اونا رو حرکتشون. آره، به این معنا نیست که رابطه رو قطع کنیم. این نیست. آره.